سلام عزیز مردم. وقتی که میگه من فقط زیرساخت نظامی میزنم، اینجا محل پخش بنزین شمال شرق و شرق تهرانه. بنزین رو وقتی میزنه میخواد شما مردم اذیت بشید، میخواد کارهای نظامی نیست. بنزین برای مردمه، بنزین برای اینی که ماشین‌های شما، ماشین‌های امدادی و آمبولانس‌های شما راحت در شهر بچرخه. اینجایی که الان زده فاصله خیلی نزدیکی با مکان‌های مسکونی داره، یعنی خیلی محل عبور و مرور مردم و محل اسکان و خونه‌های مردمه. این که میگه من فقط نظامی میزنم اینطوری نیست. این دروغیه که در رسانه‌ها دارن به شما میگن. اینجایی که الان زده شده، باز تکرار میکنم، اینجایی که زده شده برای من و شماست، برای بنزین من و شماست. اگه نشون بده این ساختمان‌های مسکونی رو، اینجا ساختمان‌های مسکونی جای نظامی نیست و جایی که و به قول قوم‌الهی البته مشکلی در سوق اقتصادی پیش نمیاد، ولی اینجا نظامی نیست و اینجا متعلق به همه ماست. برای بنزینه و برای ماشینا و ماشینا آتش نشانی و ماشینای امدادی است. همه ما ان شاءالله که دست به دست هم بدیم این بحران رو سپری کنیم. فقط به رسانه‌های بیگانه مردم توجه نکنید. این که میگه من نظامی میزنم، اینجا نظامی نیست مردم، اینجا نظامی نیست. اینجا یه زیرساخت شهریه واسه شهر تهرانه که مورد هدف قرار گرفته.